بفرمایید. شما بفرمایید. امرتون. بنده رو به جا نمیارید؟ شما همون حاج آقایی هستین که اون بار واسه ورود به مجلس خبرگان اومده بودین؟ به همدلله مشغولین دیگه ها؟ والا مشغول که ما رفتیم اونجا دیدیم یه مش الاف نشستن منتظرن یکی بمیره یه ولی فقیه انتخاب کنن. گفتم خب این چه کاریه؟ خب ما یه ضرب میزنیم واسه ولی فقیه دیگه. یعنی شما میخوای ولی فقیه بشی؟ یعنی فکر کنی شرایطشو داری؟ بله خب حتما داریم دیگه. اولین شرط یه ولی فقیه اینه که رجل باشه، یعنی مرد باشه. که شما حالا از 20 کیلومتری ما رو ببینید بالا با یه خورده این ور اون ور ملاحظه میکنید که بنده این شرط رو کامل احراز کردم. بنده البته همه شروط یه ولی فقیه مامانو دارم، فقط مواد پواد نیستم که یعنی گذاشتم کنار. پاکم اما آبکی پایم. حقیقت آقا جان ولی فقیه باید آشنا به شرایط زمونه باشه، باید سیاست‌های نظام رو تبیین کنه. الان من یه وضعیت به شما میدم، وضعیت سیاسی. مثلا فردا آمریکا میگه به خاطر آزمایش موشکی میخواد نظام رو تحریم کنه، شما چیکار میکنی؟ بنده بلافاصله میام تو صحنه با اقتدار اعلام میکنم که حالا که اینطوره تا شب 3 جا رو میزنم. کجا رو؟ ریشم و سیبیلم و با پشت گردنم که خب میدم بچه ها بزنن چون خودم دستم. ولی فقیه باید اهل شعر و ادب باشه. شبای شعر مقای مصباح رو ندیدی؟ چرا؟ من خودم پایشم هستم. تا حالا 2 تا آورین با 3 تا طیب الله از ایشون گرفتم. البته بنده خودم بیشتر در صنعت تضمین کار میکنم. مثلا این ترانه معروف سلام سلام هست که میگه سلام 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 ای زندگی سلام، که این بنده اینو به این صورت برگردوندم که میفرماید حرام حرام همگی حرام آی زندگی حرام آی زندگی حرام، که بنده اینو با الهام از شخصیت حرام پرور آیت الله مکارم تضمین کردم که همه چی رو همینجوری زرت حرام اعلام میکنن. آخرین فتواشون هم در مورد شکستن قولنج بود، نمیدونم شنیدین یا نه، که ایشون وقتی فهمیدن که این قولنج خیلی حال میده گفتن دیگه حرامه. الانم دارم بررسی میکنم این جای کش جوراب هست که میمونه روی پا میخارونی، احساس خوبی باهم دست میده. اونم احتمالاً دیگه تا شب حرام اعلام میکنن که من از این طریق اعلام میکنم تا شب بیشتر وقت ندارن استفاده کنن. الان شما فکر کنید با این وضعیت من میتونم یه ولی فقیه باشم؟ خب یه سوال از حوزه سیاست خارجی میپرسم. وزیر خارجه سابق انگلیس که با مقام عظما هم خیلی رفیق بود اسمش چی بود؟ تو که زبونم میگه آرسن ونگر. نه اون که مربی بود که. اون که مربی چیز تو که هاکل برفیل. نه اون کارتون بود. راست میگه اون کارتون. بذار نیل آرمسترانگ. اون که رفت فضا که هستن. راست میگه اولین کسی که مقام عظما رو تو فضا دید اون بود. نه خب نمیدونی بریم سوال بعدی. نه میدونم این چیز بود. شکسپیر نبود؟ شکسپیر شکس نوزاد. چی؟ شکس جوون، شکس نونهال، شکس میان سال، نوک زبونم ها اصلا همینجوری. جک استرا. چی کار داری میکنی؟ این چی؟ داشتم دعا میکردم خدا کمکم کنه. اون چی کف دستت نوشته؟ چی؟ وای خدا اصلا باورم نمیشه به این زودی دعا مستجاب شد. من اینجا نوشته. حاج آقا بفرمایید. شما یه تقلب نمیتونی بکنی بعد میخوای ولی فقیه بشی؟ بفرمایید خواهش میکنم. سخت میگیرین همین سوالاتو ببرین جلو خود مقام عظما بزنین والا آفتاب چیه جماران هم نمیشه. حالا هر چه شما سلام میدین ولی خب من باز میام خدمتتون. اما قبل از که من برم یه لطفی بکنین شما از مقام عظما بپرسین با توجه به این توافقات و رفع تحریم و اینا امسال ماه رمضان هست یا کنسل شد؟ در صورت ما خواستیم گفته باشیم. من حالا دوباره خدمتتون میرسم. شما 2 نفرم ان شاءالله به پای هم دیگه
منفجر شه. یه خالی بازی. ولی فقط تو کدومشه؟